هیچ وقت این 5 چیز را به کسی نگو. سکوت بهترین سپر توست. کسانی که در خاموشی حرکت می کنند، قدرتمند می مانند. با دقت گوش بده. اینها 5 چیزی هستند که هرگز نباید فاش کنی. اول، هرگز قدم بعدیت را آشکار نکن. قدرت واقعی در سکوت حرکت می کند. همان لحظه‌ای که نقشه هایت را اعلام کنی، به دیگران فرصت می دهی که مانع شوند. بگذار نتایج به جای تو صحبت کنند. دوم، هرگز درباره وضعیت مالیت صحبت نکن. اگر کم داشته باشی، تو را دست کم می گیرند. اگر زیاد داشته باشی، به تو حسادت می کنند. بگذار همیشه در حدس بمانند. حساب بانکی تو موضوع گفتگو نیست. سوم، هرگز کارهای نیکت را اعلام نکن. اگر به مهربانیت فخر بفروشی، آن دیگر فضیلت نیست، بلکه معامله‌ای برای جلب توجه است. شخصیت واقعی به تماشاگر نیاز ندارد. چهارم، هرگز از مشکلاتت شکایت نکن. نیمی از دنیا اهمیت نمی‌دهد و نیم دیگر خوشحال است که تو آنها را داری. استقامت در سکوت ساخته می‌شود. پنجم، هرگز رازهای خانواده‌ات را فاش نکن. خانه‌ات یک قلعه است. آنچه در داخل آن اتفاق می‌افتد، همانجا می‌ماند. به دنیا سلاحی علیه آرامشت نده. و حالا مهمترین بخش. انسان خردمند سخن می‌گوید چون چیزی برای گفتن دارد. نادان سخن می‌گوید چون مجبور است چیزی بگوید. سکوت را استاد شو و خودت را استاد خواهی شد.